سوریا هاشمی، یک مهاجر افغانستانی مقیم تاجیکستان که دو فرزند ملول دارد، در یک سوختار منزل اجاره‌اش در ناحیه رودکی تمام حجت و اسنادش را از دست داد. با وجود فعال بودن سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه، برای برقراری اسنادش به کنسولگری افغانستان در خاروخ مراجعت کرد. یکی از می دوستا نمره تلفن دهقانزاده صاحب داد. باز بعد دهقانزاده صاحب زنگ زدیم. با دهقانزاده صاحب گفت که حالا ما میاییم. باز آمدن همیجا عکسای بچهای میای گرفتن. باز خیلی زود چی ما را آوردن، پاسپورت ها را آوردن، فقط تذکرای ما نشد که بیارن. اگر از قنصلی دهقانزاده بگیریم از اگه اعتبار نمی داشت پاسپورت هم چی رقمی آمد. اما بود که صاحب پاسپورت کردن. این دلیلش که سفارت نتونستی گفته چی بود؟ من نمیفهم، شاید ارزش نداشته باشه چی رقمی. پس از دوباره به قدرت رسیدن حرکت تندروی طالبان در سال 2021، تاجیکستان برخلاف همسایه‌های دیگر خود در آسیا میانه سفارت افغانستان را در دوشنبه حفظ کرد. سفارت افغانستان در دوشنبه هنوز در اختیار سفیر حکومت پیشین این کشور در تاجیکستان محمد ظاهر اغبر است. هرچند طالبان بارها اعلان کردند که این سفیر و این سفارت از آنها نمایندگی نمی کند و اسناد و مدارکی را که این سفارت می دهد پیش آنها اعتبار ندارد، اما ظاهر اغبر خود را سفیر و نماینده سیاسی مردم افغانستان در تاجیکستان می داند. همچنین محمد ظاهر اغبر از سوی حکومت تاجیکستان به محفل و مجلس های رسمی دعوت می شود و در قطار سفیران دیگر در جلسه های رسمی تاجیکستان حضور پیدا می کند. همچنین در بینای این سفارت مکتب سامانیان، لیتسی برای فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان نیز فعال است. در برابر این سفارت در تاجیکستان، کنسولگری افغانستان در خاروخ اعلان کرده است که زیر حاکمیت طالبان عمل می کند و از حکومت این گروه در تاجیکستان نمایندگی می کند. هرچند دو نمایندگی یک دولت بر رسمی بودن خود تاکید می کنند، اما موردهای ثبت شده است که نمایندگان طالب‌ها در مرز روادید داده سفارت افغانستان در دوشنبه را نپذیرفته پاره کردند. تقریبا 2 سال پیش ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه یک فرمان وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی که نماینده طالبان را کاتب اول سفارت این کشور در تاجیکستان تعیین می‌کرد در حضور رسانه‌ها پاره کرد. اما ماه ایولی سال 2023 حکومت طالبان به مقامات تاجیکستان نامه فرستاده است که رد آزادی به آن شناس شد. در نامه گفته می شود که به عدم موجودیت شفافیت در امور سفارت، تمام خدمات سفارت از 29 ایولی سال 2023 از جمله پاسپورت، ویزا به اعتبار است. سفیر و مسئولان دیگری سفارت برکنار شده حق استفاده از پول، حساب بانکی، مال و ملک سفارت و امتیازهای دیپلماتی را ندارند. موقع حکومت تاجیکستان در این باره معلوم نیست، اما زمان سر زدن بحث‌ها وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفته بود که این موضوع را شرح نمی‌دهد. تا هنوز متاسفانه تصمیم هایی که در اکثر کشورهای آسیای میانه گرفته میشن، او تصمیم ها مبنی بر واقعیت های موجود در منطقه گرفته نمیشه، بلکه ناشی از تصمیم است که در مسکو گرفته میشه. مسکو در رقابت بین المللی قرار دارد با ایالات متحده امریکا. همواره تلاش داشته که رابطه‌اش با طالب ها حفظ کنه، طالب ها را در 2 دهه جمهوریت در افغانستان، روس‌ها و بعضی کشورهای دیگه در اون منطقه که با حضور ایالات متحده امریکا مخالف بودند حمایت. با وجود همه این، حالا در تاجیکستان هر دو نهاد نمایندگی افغانستان به ارائه خدمات کنسولی و دیپلماتی مشغولند. هرچند خدمات سفارت را طالبان اعتراف نمی کنند، مقامات تاجیکستان تاکنون با آن مشکل ندارند. تاجیکستان بعد سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برای اعتراف حکومت طالبان شرط‌های مشخصی گذاشته بود، اما بعداً روابط گوناگونی با این گروه حاکم در کابل دارد که حضور نماینده تاجیکستان در کابل و کنسولگری زیر حاکمیت طالبان در خاروخ سطح بالاترین آن است.